باور کنی یا نکنی نبرد نسل‌ها شروع شده. از یک طرف کیلیان امباپه ابرقدرتی که با طوفان به رئال مادرید پیوست. با پیوستن امباپه به رئال انتظار میرفت که لالیگا فتح بشه، اما آمار یه چیز دیگه میگه. 34 گل در تمامی رقابت‌ها. رقص خیره کننده امباپه، اما معصومیت‌های مقطعی گاهی از تاثیرگذاری اون کم می‌کرد. با این حال امباپه یه غول همیشه خطرناکه. امباپه با برنده شدن کفش طلا به همه ثابت کرد که عملکرد شخصیش فوق‌العاده بوده و اون داشته جور هم‌تیمیاشو می‌کشیده. اما در سمت دیگه لامین یامال، نابغه 17 ساله که نه تنها بارسا بلکه تمامی فوتبال اروپا رو بهت زده کرد. 21 گل و 19 پاس گل فقط عدد نیست، این یک نبوغ محض. یامال در حالی رکورد میشکست که موتور محرکه بارسا برای قهرمانی در لالیگا بود. مسئولیت هم تقریبا میشه گفت نداشت. تاثیرگذاریش هم بی‌نظیر. پس نتیجه چیه؟ یک ابرستاره تثبیت شده در برابر یک پدیده انفجاری بارسا. آمار که نزدیک، اما قهرمانی نهایت از آن یامال شد در لالیگا. اما بازم میگیم آقای گلی امباپه در لالیگا ثابت کرد که اون داشته جور هم‌تیمیاشو میکشیده. حالا قضاوت با شماست. نبوغ خالص یا قدرت مطلق، امباپه یا یامال؟ بعد از لایک ویدیو داخل کامنت ها برامون بنویسید که طرفدار کدوم یکیشون هستید. از بازیکن مورد علاقتون حمایت کنید.